مستقیم که بریم میره به سمت بولوار فردوس غرب، یعنی جلوتر باکریه. من خب کارم با بچه‌هام هر روز واحد دیدنه. تصمیم گرفتم واحدا رو هفته‌ای چند تا مورد با هم دیگه بریم ببینیم، ایراداشو بهتون بگم، ایراد کارشناسیشو بهتون بگم. ولی همیشه وقتی دارید یه آپارتمان رو می‌خرید به فکر فروختنش هم باید باشید. سالن پرده خور خونه رو جذاب میکنه، خانم ها عاشق واحدهای سالن پرده خورن. شاید بزرگترین ایرادی که بشه بهش گذاشت صداییه که اگر اونجا توی درود بر شما، من میلاد مقدم هستم و اینجا منطقه 5 تهرانه. امروز با هم میخوایم یه آپارتمان 78 متری جذاب ببینیم. جذابیتش چیه؟ جذابیتش اینه که این واحد خطی رو به آفتابه. یعنی چی؟ یعنی کل خونه، یعنی بالکنمون، سالنمون و هر دوتا خوابمون پنجره مستقیم رو به بیرون دارن و جدای از این ویو خیلی خوشگلی داره. ویو رو بگیر لطفاً. یه پارک بسیار بزرگ که اسمش پارک الهامه، انتهای بولوار فردوس غرب. واحد شما دیگه مشرف نداره. آپارتمان 7 سال است. طبقه 6م هستیم. پارکینگ، انباری، آسانسور و بالکن داره. ضعف محلی نداره، یعنی زیرش مدرسه، مسجد، اتوبان، کلانتری، نزدیکش اینا رو نداریم. شاید بزرگترین ایرادی که بشه بهش گذاشت صداییه که اگر اونجا توی استادیوم 100,000 تا تماشاگر باشه و گل بزنن، اینا داد میزنن، صدا شما رو اذیت میکنه. چون خودتون حساب بکنید سالی یه بار، 2 بار، 3 بار، الان هم که فعلا 2 ساله بازی توش انجام نمیشه. از نظر کارشناسی خودتون واحد رو ببینید. یه فضای مربع بزرگ داریم. سالن پرده خور خونه رو جذاب میکنه. خانم ها عاشق واحدهای سالن پرده خورن. شما امروز دارید واحد رو میخرید، ولی همیشه وقتی دارید یه آپارتمان رو میخرید به فکر فروختنش هم باید باشید. وقتی میخواید یه خونه رو بفروشید، اولویت اول خانم ها سالن پرده خور بودن واحده. سالن پرده خور یه موقعی هست ما یا پنجره 1 متری داریم و اسمش رو میذاریم سالن پرده خور، یه موقعی یه همچین فضایی رو داریم. این الان نزدیک 5 متر پرده خور واقعی رو به آفتابه و نیازی به توضیح بیشتر نداره. آشپزخونه جدا کننده ای با سالن نداره. خودتون اگر خواستید میتونید میز ناهارخوری بذارید یا اوپن نصب بکنید، ولی تو دیزاین‌های جدیدی که الان استفاده میشه معمولا فضای آشپزخونه و سالن به هم ملحق شدن. یه بالکن کوچولو هم اینجا داریم که 2 تا کندانسور کولر گازی هم البته داخلشه، ولی خب کار را بندازه. این هم ویوش، ویو 180 درجه در واقع دارید. از اتاق خواب سمت راست یه ویو رو به یه رودخونه هم داریم. رو بریم بهتون نشون بدم. بریم تو اتاقا. خب الان نکته‌ای که باید این قسمت بگم اینه که فضای خصوصی خونه، یعنی 2 تا سرویس‌ها و اتاق خوابا کاملا از نشیمن جداه. یه راهرو داریم. این راهرو دیگه پرت محسوب نمیشه چون درها توش قرار گرفتن. اینجا سرویس فرنگی و اینور حموم هست. یکی از ایراداش هم اینه که سرویس ایرانی نداره این آپارتمان. این هم از اتاق خوابی که اینجا قرار داره و یه ویو متفاوت به ما میده. سر نبشه در واقع. اینجا رو ببینید. این رودخونه است. این رودخونه است. اونو میتونم نشونتون بدم. آره این رودخونه است. الان خیلی آب نداره، ولی در زمان بارندگی شما میتونید اینجا یه ویو رو به آب هم داشته باشید. رودخونه‌ای که از کن میاد به سمت پایین. این پارک الهامه. اون برجایی هم که انتها میبینید برجای منطقه 22 تهران هستن. استادیوم هم بهتون نشون دادم. از نظر ویو و نور و اینا کاملا تکمیله. ایرادایی که میشه بهش گرفت یه دونه سایز و اندازه و شکل این اتاقه که چند ضلعی نامنتظم قشنگ، ولی خب تخت 2 نفره توش جا میشه. اتاق بعدی هم تعریفی نداره و تقریبا مثل همینه. اتاقو بی زحمت بگیر. اتاق بعدی هم همینطوره، یعنی مستطیل و مربع نیست، ولی اندازه‌شون انقدر کوچیک نیست که بلا استفاده باشه و میتونید از فضا کاملا استفاده بکنید. یه کمد کوچیک اونجا داره، یه کمد دیگه هم اینجا داره و برای آپارتمان 78 متری کار را بندازه. کل مجموعه 2 تا بلوک 20 واحدیه، یعنی کلش 40 واحده که 2 تا 20 واحدی جداست و 5 تا طبقه 4 واحدیه
ببخشید 6 تا طبقه 4 واحدی این ور داریم، 6 تا 4 تا اون ور داریم، 2 تا 24 تا در مجموع 48 واحد. سندش تک برگ شخصیه، واحد تخلیه است، کلیدش دست خودمونه. و اینکه اگر قیمت واحد رو هم خواستید، چون قیمت متغیره نمیتونم تو ویدیو بگم، ولی با شماره من تماس بگیرید و قیمت رو خدمتتون عرض می‌کنم. قیمتش نسبت به واحدهای مشابه، البته مشابه واقعا با این ویو نداریم، ولی قیمتش مناسبه، قیمتش خوبه، مالکش هم 100% فروشنده است. اگه این واحد رو نمیپسندید، یعنی مناسب سلیقتون نیست، یا اگر 20 خورده بودجه برای خرید آپارتمان تو منطقه 5 ندارید، با من تماس بگیرید. واحدهای متفاوتی دارم، واحدی دارم که مثل این کج و کله نباشه، سالم باشه، ولی خب مثل این با این ویو خیلی پیدا نمیشه. در هر صورت اون چه که شما میخواید با توجه به بودجه‌ای که اعلام میکنید، من و تیمم، ما یکی از بزرگترین تیم‌های فروش آپارتمان تو منطقه 5 هستیم، براتون پیدا میکنیم. اگر انتظارتون معقول باشه با شماره من تماس بگیرید، در خدمت شما هستم. خب من اومدم تو بولوار، این نمای بیرونی ساختمونه و این بود، این پنجره ها و اینم بالکنشه. این بولوار الهامه، اینم این پارکی که اینجا داریم. مستقیم که بریم میره به سمت بولوار فردوس غرب، یعنی جلوتر باکریه، بعد از اون بولوار فردوس غربه، بعد از اون میشه ستاری و فردوس شرق و میره به سمت صادقیه. ولی این ور که بیایم یه مقدار جلوتر بعد از رودخونه میشه محدوده منطقه 22 تهران، یعنی دیگه بعد از بولوار فردوس ما فقط شهر زیبا رو داریم. شهر زیبا رو که شهر زیبا میشه همسایه منطقه 5، آخرین نقطه منطقه 5 که همسایه منطقه 22 هست. پس این موقعیت ملک ببینید دو تاه، اینا دو تا با این در ورودیه، 24 تا این ور 24 تا این ور. ما طبقه 6 بودیم، ملک شمالی واحد جنوبی، ضعف محلی هم به هیچ عنوان نداره. تنها ایرادی که بشه گرفت همون استادیوم آزادی که بهتون نشون دادم. از اینجا هم حالا یه مقداری شاید مشخص بشه. اگه سوالی داشتید در خدمتتون هستم، شماره تماسم هست. قیمت نمیتونم بگم چون خودتون میدونید شرایط قیمتی کاملا متفاوته و تغییر میکنه، ولی لحظه‌ای که تماس بگیرید اگر واحد موجود باشه قیمتشو میگم خدمتتون، اگر نباشه واحدهای مشابه دیگه هم موجوده. منو سابسکرایب بکنید. من هر روز تو منطقه 5 تهران هستم، 10 ساله که کارم اینه، تو منطقه 5 هم هر روز، و تصمیم گرفتم که از این به بعد واحدهای مختلف رو با همدیگه بریم ببینیم. ایراداشو خودم بهتون میگم و یه تیم فعالم دارم برای خرید و فروش آپارتمان. در خدمت شما هستم. اون لایک رو بزنید، سابسکرایب هم بکنید. خب اگه منو نمیشناسید، من میلاد مقدم هستم. بیشتر از 10 ساله که تو منطقه 5 تهران کار مشاوری انجام میدم. سرپرست فروش یه مجموعه آپارتمان هستم و ما با تیممون براتون میتونیم هر آپارتمانی که میخواید تو محدوده منطقه 5 رو بخریم. صفحه منو ساب بکنید. از این به بعد تصمیم گرفتم، من خب کارم با بچه‌هام هر روز واحد دیدنه، تصمیم گرفتم واحدا رو هفته‌ای چند تا مورد با هم دیگه بریم ببینیم، ایراداشو بهتون بگم، ایراد کارشناسیشو بهتون بگم، قیمت‌ها رو تلفنی بهتون بگم و برای خرید و فروش آپارتمان در خدمتتون هستم. سابسکرایب بکنید، لایک هم بزنید، نظرتون رو راجع به روند ساخت ویدیو و راجع به واحد برای من کامنت بکنید.